یوسف بچیم، پدر در داخل منتظرت است. خیرت خواست. انشالله که همه قسم باشه. یوسف بچیم. مرا خواستین پدر. بیا بیشی بچیم. چطور هستین چی گپاس؟ تو چطور هستی؟ خوب هستم پدر. چیزی شده؟ راستش دهی چند وقت به اندازه غم دیدیم، به اندازه رنج کشیدیم که همیشه فکر کردم که چرا این همه مشکلات متحمل میشیم. البته مادرت زیاد اشتباهات کرده، اما من انسان در زندگی با حالت مقابل میشه که میخواه اونا را با کسی شریک بسازه، اما افسوس که او وقت نمیفهمه یا ای که فرصت پیدا نمیشه دیگه. بچیم، ببخشن که قسم داخل آمدم، اما بچه تا آرام ساخته نتانستم. تو را نمیگم، دخترم آرام کده نتانستش. بیچاره پدر گفته گریه میکنم. یک بار بیا ببینش بچیم. برو بچیم، برو یک بار ببین. اما بعدن گپ میزنیم. درست است پدر. یلماز خان، قهوه‌تان سرد شده، تازه برتان بیارم. زنده باشی. اولاد است دیگه. در مقابل اولاد هر پدر مادر تسلیم میشه. خداوند اولاد هر پدر مادر را به مراد برسانه. یا اوضاع ما را ببینین یلماز خان. خوب است که شما هستین. اگر شما نمی بودین اولادای همه را تحمل نمیتونستن. شما تکیه‌گاه اون هستین، یگانه امیدشان هستین. بزرگ شدن اما هنوز به کمک شما نیاز دارن. فکر کنم مادرشان به اندازه شما قدر در قصهشان نیست. زنده باشی سلطان، زنده باشی. اما من میخوایم کم تنها باشم. درست است یلماز خان، اما لطفاً به گپای من گوش کنین. اولادتان به شما بسیار ضرورت دارن. دی خانه تنها شما هستن که خوبی اونا را میخواین یلماز خان. تا وقتی که اونا امر شما میباشن باز نیاز به تشویش چیزی نیست. شما را تنها نمیمانن. شما بسیار خوشبخت هستین. بالاشان کبر نکنین یلماز خان، هیچ وقت کبر نکنین. توبه ای دیگه کی است؟ تو باز چرا اینجا آمدی؟ تو هم دیگه از حدت مگذری شریفه خانم. من به خاطر توی قدر آرامی آیم. باز از من تو استقبال میکنی؟ اگه میخوای ازم طلاق بگیری لطفاً به خاطر همه چند سال احترام خود داشته باش. ندارم. فهمیدی؟ ندارم. اینا در مغز جای بته. من به خاطر مجده دادن اینجا آمدیم. باز تو به جایی که افتخار کنی قسم استقبال میکنی یا طالب تو باز به خاطر گفتن چی چتیات آمدی؟ دختر ما را از یک بلای بزرگ نجات دادم. از برکت مجونه شکایت خود پس میگیره. حالا چطور ازی شریفه خانم؟ گفتی شکایت؟ شکایت چی ها؟ در مورد دادگاه گپ میزنم. او از هوا شکایت کرده. دخترم یادم باز چی میگه؟ میگه که جونیت از تو شکایت کرده ها؟
بازم دارن تبسته کردن نتانستی؟ اما شکایت خدا پس میگیره. به خدا بسیار خوب شد که اینجا آمدیم. در گذشته ما 3 نفر اینجا می آمدیم، یادتان است؟ مادرم میگفتن که اولادای ما فراری میتین و بالایتان قهر میشدن. پدرم تو نیست. حالا ما شما را فراری دادیم. پدرم همیشه در کنار ما بوده جانم. در وقتای خوب و در وقتای بد ما. شما همیشه اولادای خوب ما بودین. سر من هیچ وقت پیش مردم خم نساختین. سرتون همیشه افتخار کردیم. امروز گپای ما تکمیل نشد. چیزی میگفتین؟ خیر از بچیم. میخواستین چی بگوین پدر؟ در اواخر زیادتر به گذشته خود فکر میکنم بچیم. انسان اگه بخواه یا نخواه اما اشتباهات زیاد انجام میده. اما به عنوان یک پدر همیشه کوشش کردیم که در حقتون خوبی کنم. کوشش کردیم از راه راست هیچ وقت منحرف نشم. اولادا به والدین خود مثل میوه کمیاب میباشن اولادایم. اما میره به خاطر دفاع کردن از مادرتان نمیگم. هر کس مسئول اشتباه خود است. اما باید یک گپ براتون بگویم. اما یک انسانه کاملا پاک و صاف نیستم که شما فکر میکنین. یعنی ما در طول زندگیم بعضی خطاها را انجام دادیم. انسان خالی از اشتباه وجود نداره. ما تا 20 سال بیشتر از شما مرتکب اشتباهات شده. پدر جان، ما از همین خاطر بسیار زیاد دوستتان داریم. یعنی حالا اگه هر قدر بگوین که نمیخواین از مادرم دفاع کنین، اما بازم به خاطر که دل بیادر من نرم بسازین و مادرم با یک شکل نجات بتین، میگین که خودتان مرتکب اشتباهات شدین و میخواین اشتباهات مادرم یک قسمی پنهان کنین. پدر، راست بودن شما برای ما یاد دادین. بیازم از همین خاطر او اظهارات دادیم. اینه که کدام گپ شده؟ چرا قدر نوقت آمدی؟ چیزی نشده. بعد از اینکه شما رفتین مادرم از من چند تا سوال پرسید. راستش نمیفهمیدم که چی بگویم. بعدن خودتان زنگ زدین خاله. از این خاطر ناوقت شد. بگوین به خاطر چی مرا خواستین؟ تو خود دیدی که مادر ازی بسیار هوشیار است. دیدی که چه قسم ما را در یک گپ خود گیج ساخته بود. هنوز کجاست خاله؟ با سوالای زیاد مواجه میشیم که باید جواب بدیم، اما تو نیست. راستی شما را چی شده بود؟ چرا چیزی نمیگفتین؟ اگه نه دیگه وقت خود جواب هر کس میدادین. خاله شما را چی شده بود؟ تو هم راست میگی، اما من هیچ چیزی گفته نتانستم. نمیفهمم چرا. چی می نوشین؟ تیز آمدم، تشنه شدیم. میخوایم یک گیلاس آب بنوشم. همین. ما میخوایم قهوه بنوشم بچه. بنوشین. باید سر حال بیاین. یک آب، یک قهوه ساده، یک پیالام چای. همیاله میارم. تشکر. همیاله باید ما تصمیم خدا بگیریم. پیشنهاد ما معلوم داره است. باید این قسم در پیش مردم گپ بزنیم. کاش که در جای گوشه میرفتیم. ما از هیچ کسی ترس ندارم. موضوع ترسیدن نیست یلماس. باید ترسی نفر ما احتیاط کنیم. اگر پیش از عروسی ما را ببینن باز هیچ وقت حق خود از اونا گرفتن نمیتونیم. حالا فهمیدی؟ جلسه ساعت چند است؟ ساعت 11. ما گزارش را گرفتیم. در موتر یک جا میخوانیم. راستش من اومده نمیتونم، کار دارم. چرا؟ یک کار بسیار مهم دارم. به جلسه شاید رسیده نتونم یوسف. فهمیدم. یوسف هرچی که فهمیدی به ما هم بگو. حداقل تشویش ما هم خلاص شوه. گوش کو برات چی میگم. شما خب به خاطر نواسیم کدام تصمیمی نمیگیرین ها؟ اگه بی خبر کدام کار انجام دادین قهر میشم.
خدا نکنه مادر جان، ما هیچ قسم یک کار نمی کنیم. به کلینیک به دیدن مادرم میرم. اما وقتی موضوع طفل یاد کردین نمیفهمم یوسف گفته یا نه، اما به طفل یک نام انتخاب کرده. راست میگی؟ کدام نام انتخاب کردیم؟ اگه بچه باشه یلماز میمانیم. این نام من زیاد خوش دارم. هیچ تعجب نکردم، چون بچه ما پدر خود بسیار دوست داره. اما میخوایم یک گپ بگویم. خب گوش کنین که چی میگم. اگه واقعا بچه شوه نامش امین یلماز بانین. بسیار خوب فکر کردین، آفرینتان. بسیار یک نام خوب انتخاب کردین. اما تو نیز بیادر. نه لطف اولادای ما است، زنده باشن. خب بچه و دختر بودنش دمی وقتا معلوم میشه، دمی نزدیکا. صبح بخیر. صبح بخیر. میبخشین شما ناوقت کردین، ما شروع کردیم. شما باید ببخشین، من کمی مریض بودم از خاطر نوقت. چی شده دخترم؟ واقعا مهم نیست خاله جان. با خیالم که درباره بیادر دادیم گپ میزدیم. بادا و یوسف خواستن اگه خانهشان یک بچه شوه نامش یلماز بانه. راست میگین؟ پس من آمدن بسیار ناوقت کردم، شما نامم انتخاب کردین. محمد جان زیاد هیجانی نشو. انشالله خداوند به تو هم نصیب میکنه. انشالله. اما فعلا 2 ماه است. اما تو نیست؟ پس وقت زیاد مانده. 7 ماه دیگه. 7 ماه دیگه چی است؟ چشم پود کنی تیر میشه. خانم حمیده، میخواستم از شما یک چیز بپرسم. اصلا میخواستم از سلطان خواهر اجازه بگیرم، اما او در قصر نیست. ما و مراد میخواییم امروز نکاح کنیم. خواستم از شما اجازه بگیرم. ای پنار، با خدا ای گپ فراموش کرده بودم. ما را ببخش دخترم، هیچ به یادم نبود. البته که دخترم، البته شما آمادگی خود بگیرین. ما هم کل ما یک جای پیش شما میاییم. زنده باشین. تبریک باشه دخترم. تشکر. زنده بالاخره باشین. همراه مراد عروسی میکنی. ای قسم دختر مقبوله کی میماند بچیم. به خاطر تعیین روز نکاح چی وقت بریم؟ قبل از عروسی بسیار کار است که باید انجام بدیم. کارتان باید چاپ کنیم. تشویش نکن، من در شهرداری یک دوست دارم. یک نکاح معمولی میکنیم. سریع ترین نکاح همی است. اگه تا وقت چاشت تمام گپاش خلاص شوه، باز تا شام اوراقم آماده میشه. یعنی قدر زود آماده میشه؟ بله. رای را که انتخاب کردین یک رای خوب است. خدا خودش میفهمه. اما این کار شما یک کار خیر است. کار خیر ضرور نیست که قدر طول بکشه، اما شما بسیار زود به نظر میرسه. چون وقت نداریم خاله. چرا قدر عجله دارین؟ چرا وقت ندارین؟ اگه شما عروسی هم کنین این موضوع خلاص نمیشه، بلکه از سر شروع میشه. خالم یک مفکوره دارم. خب بگو که ما هم بفهمیم. یک بار نکاح کنیم بعدن خواد گفتم برات. وقتی یک گپ میگی لطفا کامل بگو. توبه توبه، یک قدر هم هیجانی نشو. حتما کدام چیز میفهمه که میگه. این دختر همه قسم از یلماز بچیم. روزی که تو را دید همه قسم هیجانی شده بود. هیچ در مورد آینده فکر نمیکنه، یک دفعه تصمیم میگیره. هیچ گپ من نمیکنه. خال از یک انسان ترسو باشه خوب است که به خاطر حق خود مجادله کنه. اما شما حق به جانب هستین. هر چیز از خود یک وقت معین داره. بسیار خوب است. حالا فکر کنید که به خاطر عروسی چه چیزا ضرورت است. پیش از اینکه شما بیاین ما بررسی کردیم. این کارها ضروری است که باید انجام شود. اول خون باید معاینه شود. از هیئت شفاخانه باید گزارش گرفته شود. اقامتگاه فعلی درج شود. یک قطعه عکس ضرور است. بعد از ثبت احوال نفوس رفته تایید میشه. تو خو همه چیزا میفهمی؟ چون قبلا این کارا رو همراه یوسف انجام داده بودم. فهمیدم. خوب باید عجله کنیم، زیاد کار داریم. جدا جدا میریم. درست است. اولی کارا را یک طرفه میکنیم، بعدا در سالون نکاح میبینیم. وقتی میخوایم بمب انفجار بتیم
باید با تدبیر پیش بریم. درست است. پس شما برین خاله. باز برم زنگ بزنین. شماره مرا خوب یاد دارین نه؟ درست است بچه. تو بالاخره همراه بچه عروسی میکنی دخترم؟ پس قضیه است ها؟ من قبلا براتون گفته بودم که من همراه یلماز عروسی میکنم. دیدین که هر دوی ما دقیق را روان هستیم. او هم دمی فکر است. این مهم نیست که شما چی میکنین، مهمی است که بعد از او چی میکنین. گپ کلام نسازین خاله. بالاخره با هم عروسی میکنیم. بعد از او انتقام خودم میگیریم. به نظر تو ساده است، اما اصل کار بعد از امضا شروع میشه. شروع شوه. خواست ما همین قسم نیست خاله. این گپ هم است، اما به نظر ما بسیار زود اقدام کردیم. این قسم خوب است. باید در کار خیر عجله کنیم. خب با خیر ما باشه. وقتی که توی قسم میگی پس ما برای چیزی نمیگم. آمین. امروز امروی کاکارشید یک قسم رفتار میکردین. چیزی شده بود خاله؟ چه قسم رفتار میکردم؟ توبه برد خود گفتم گپ زدن نتانستم. بالاخره ما انسان هستم. نمیفهمم. من تا حالا شما را این قسم ندیده بودم که زبانتان بند شوه خاله جان. به همین خاطر نفهمیدم که چرا چوب مانده بودین. این دیگه چی معنی میته؟ ها؟ بی طرفم چه قسم سال میکنم؟ تو را که روی دادم باز قسم سرم رشخند میزنی دختر؟ بله از خدا دیگه گپای ناق نزن. اوف. آی خاله چرا قدر زود عصبانی میشین؟ من خود نفهمیدم. من کمی استراحت میکنم. اگه خوب شدم خدا به جلسه میرسانم بچیم. هیچ مشکلی نیست پدر جان. نوش جانتان. تو هم یالا میری؟ بس بخیز که بری. نوش جانتان. من بازار میرم. اوقات خوش داشته باشین اولاد. زنده باشین کاکا. چیزی ضرورت نداری خانم بیادر. نه تشکر، زنده باشی. چی شده پیلین؟ دلم کم درد میکنه خاله جان. دخترم تو بیشی که ببینمت. یک مسکن میخورم زود خوب میشم. چیز مهمی نیست. مسکن میخوری؟ نه که تو دکتر هستی. تو باید پیش دکتر بری دخترم. تو با آقا قاسم زنگ بزن. بسیار یک دکتر خوب است. یعنی دکتر بادام است. همی که برات دوا داد زود خوب میشی. صبر کن من میرم برات میارم. ما دوای خدا فراموش کردم. شما برین ما میاییم. درست است. پنار در بالا دوایم خلاص شده. در اینجا مانده. اما دوای گرده را میگم. او روز یلماز بیادر آورده بود. من یک بار ببینم یوسف خان. زود باش ببین. چرا ازم فرار میکنی قندم؟ تو چی میکنی محمد؟ هیچ. کمی با تشویشت بودم باده جان. تو در پیش کلگی و بچه خود نام انتخاب میکردی. از او خاطر ما یک فکر دیگه کردم. اما تو خوب بسیار راحت هستی یا که براستی حامل هستی؟ اگه تو میبود باز اول به ما میگفتی. اما تو نیست. به خاطر که اول باید من خبر میشدم. اگه نه باز بسیار خفه میشدم. بادا جان اگه با چیز ضرورت داشتی با من زنگ زدن میتونی.
یوسف خان خسته نباشین. زنده باشین. زنده باشین یوسف خان. دختر چی شده؟ نه که باز یوسف خان عصبانی بود؟ چرا عصبانی نباشه دختر؟ باز عکس این منحوسه دید. نمیفهمه که ده ای کار هم دست کی شوه، هم دست مادرش یا هم دست هوا. واقعا که بسیار منحوس است. دختر راست گفتن که عشق انسان کور میسازه. همین که یوسف خان عکس او دختر دید کاملا از حال رفت، وضعیتش بسیار خراب شد. خداوند تمام دردش گم کنه. حالا صاحب اولادم میشه. یه خوشخبری است. بخیر، همراه خیرش. دختر گوش کو، نباید قسم قصه کنیم. تو ظرفا در جایش بان، من رفتن لباسا را در خوشکان مندازم. امروز همراه مراد بسیار کار دارم دختر. بخیر بری دختر. ما زیاد وقت نداریم، فقط 2 دقیقه صبر کردن میتونیم. درست است، بعد از این نوبت شماست. درست است، زنده باشیم. خواهش میکنم. فقط 2 دقیقه وقت در بر میگیرم. دمیجا باید باشیم. لاق اونجا رفته چی کنیم؟ ها؟ هوا من همراه کی گپ میزنم؟ خب درست است. من براتون گفته بودم که عکس‌های سابق من میارم. شما ضد کردین که نه عکس نو بگی. خوب، یک شروع نو، یک زندگی نو. بیا جانم. درست است، دوست داشتنیم. نظیف بیادر، شام آماده تصاویر میبرم. درست است بیادر. بفرمایید نوبت شماست. لطفاً. مویای تا خو منظم کو دختر. بارین دیگه خاله در قصش نباشین لطفاً. شما یکم دور باشین خانم. ای رسل کو. یک خنده خو میکدی. همیم زیاد است. راست میگی. چرا دیوانگی میکنی ها؟ چلی چی؟ شما دیوانه شدید، ما چلا بدلی کنیم؟ ما درست نفهمیدم که تو چی میخوایی ها؟ در پیشانیت نشته میکنی که من خانم یه آدم هستم؟ البته که چرا بدلی میکنی؟ تو خودت میگفتی که میخوایم همراه یلماز عروسی کنم، بازی چی گپ هست که میگی چلا بدلی نمیکنم؟ درست است، چلا بدلی میکنم.
بیبی زندگی دیگه همه قسم از دختریم. آرزوهایی که انسان ها داره همیشه پوره نمیشه. من در زندگی دیگه نه امید دارم و نه آرزو. خاله جان راست میگی، وقتی یک کارا میکنیم باید تا آخرش انجام بدیم. بیاین که چله بخریم. چلا را ما برد میخرم. خسته نباشین. خسته نباشین، بفرمایین. چلا را دیده میتونیم آقا؟ چرا نه خانم؟ خسته نباشی رفیق. خوش آمدی بیادر. عادل زیاد کار داشت. اینا روان کد گفتن حسابی میکنه. درست است. اوه خسته نباشین. خاله و خواهرزاده به خرید آمدن. خیرت باشه. خدا را شکر که با شیطان سر کار نداریم. ایره تو هم میفهمی که هوا بسیار مشکلات دیده. اینقدر مشکلات که هیچ کسی فکرشم کرده نمیتونه. با خاطر خوشی خواهرزاده‌ام بر شک تحفه میگیرم. تو یک خاله بسیار با وفا هستی. در سرمون برف و باران بارید اما هیچ کس پیدا نشد که برام تحفه بخره خاله جان. زنده باشی جونید که شکایت خدا پس گرفتی. پدرت گفت پدرت تو را بسیار دوست داره هوا. مرا قانع ساخت. ما منصرف شدم. چشمت روشن جانم. زنده باشی جونید. وقت خوش داشته باشین. خداحافظ رفیق. با عادل سلام بگو. خداحافظ. علیکم سلام. با خدای بچه واقعا تو را دوست داشته. اگر نه پدرت هر قسمی که میکرد ایره راضی ساخته نمیتونست. بانین دیگه یه پاره خاله. هرچی میگیرین لطفاً زودتر بگیرین. میبخشین بیادر، اینا رو نمیخوایم. یک چلی کاملا ساده میخوایم بگیرم. البته. یک چند دقیقه صبر کنین نتیجه تان معلوم میشه. زنده باشین. چی هست؟ فشارت پایین آمده. ای برات فایده داره. میبخشی. تو هم آمدی بچم؟ خواستم امروز کارهای شفاخانه را خلاص کنم. از گشتن زیاد پایم درد گرفته. خواستم که یک چیز شیرین بخورم. خلاص شد دختر؟ خلاص شد. هوا معذرت میخوایم. پرستار گفت که رفته میتونی. نه مهم نیست. برام گفت که 5 دقیقه بعد نتیجه آماده خود شد. ای قسم روی خدا نگردانین. اوف خاله. اوف دیگه نگو. با خاطر خوبی هر دوی شما میگم. بچم تو هم برو کارایت خلاص کن.
در طلا فروشی چی میکردن ها؟ به خواهرزاده خود تحفه میخرید. تحفه چی؟ عادل رمزی دیوانه گفته که جنید شکایت خود پس گرفته. راست میگی بیادر؟ به خدا راست میگم. ای چی قسم آدم هست؟ خب یک روزی گپ افشا نخود شد؟ تو برش نگفتی که یک روزی مسئله افشا خود شد؟ نه خیر نگفتم. چرا نگفتی؟ تو خود شکایت خدا پس نمیگیری جنید ها؟ نه بیادر تو چی گفته میری؟ وقتی یک کار نیت کنم تا آخرش انجام میتم. بان کمی قسم فکر کنه، دلش جمع باشه و کارهای خدا پیش ببره. اما قسمی که او مرا غافلگیر ساخت و تمام گپا را سرم انداخت، ما میخوایم امو قسم یک کار کنم. فهمیدی؟ روز بخیر. بفرمایین. من با آقا قاسم وقت ملاقات گرفته بودم. پلین آیدار هستم. فعلا منتظر باشین. دکتر صاحب مریض داره، همین که برآمد شما برین. درست است. دکتر صاحب یک چیز خوب بگوین. آزمایشات تلویزیونی باز نتایج متفاوت و یا منفی بوده میتونه خانم باده، اما خوب شد که پیش ما آمدین. ای بار نتیجه بالکل متفاوت است. چشمایتان روشن خانم باده، شما حامل هستین. چی؟ خدایا، خدایا هزار بار شکرت خدایا. دکتر صاحب کدام اشتباه خوب وجود نداره نه؟ این تصویر هیچ نوشته باره نشان نمیده. شما میتونین که طفلتان ببینین گرچه بسیار خرد نشان میده، اما خدایا، خدایا هزار بار شکرت. دکتر صاحب میفهمیم بسیار دعا کردم که دوباره باردار شوم. زنده باشین. بادا خانم، به خاطر معاینات بعدی دفعه آینده یک وقت ملاقات بگیرین و بسیار متوجه خود باشین. خاطرتان جمع باشه. این طفل از هر چیز که بریم با ارزش تر است. به خاطر این طفل هر نوع مشکلات مد نظر میگیرم. تشکر. بعد از این همیشه میایم. دیگه اجازه نمیتونم که طفل ما چیزی شوه. زنده باشین. تشکر. خواهش میکنم. اوقات خوش. بفرمایین پیلین خانم، نوبت شماست. تشکر. سلام، ما آسم اوزجان هستم. فکر میکنم ولید بار معرفی میشیم. بله. شما با خاطر معاینه عمومی آمدین؟ بله، ما به خاطر تفریح استانبول آمدیم. امروز دلم بسیار درد میکرد، فکر کنم خنک خوردیم. بسیار خوب. شما در اینجا دراز بکشین، یک معاینه تلویزیونی میکنیم. درست است. خانم شما خدا آماده بسازه. درست است. خوب کردن که آمدن پیلین خانم. شما تقریبا یک ماه میشه که حامل هستین. امکان نداره، به خاطر که من تابلت های ضد بارداری میخورم. با خوردن او تابلت ها امکان نداره. میبخشین، بسیار معذرت میخوایم. مریضی که قبلا آمده بود، تصویر او را دیده به شما گفتم. فکر کردم که پرستار همه چیز تنظیم کرده، اما بسیار زیاد معذرت میخوایم. 2 ماه همونطور نیست؟ خانمی که چند دقیقه پیش
از اینجا برآمد حامله بود؟ بله. به نظر مو خانم از کدام چیزی تشویش داشت. از نگهداری طفلش بحث میکرد. همونطور نیست دکتر صاحب؟ بله، متاسفانه طفل اول از دست داده بود. خب، اولتراساوند آماده است. آماده هستیم که معاینه را شروع کنیم؟ بله آماده هستم. اونا چی گفتن یلماس؟ متاسفانه قسمت ما نبود دیگه. نمیشه. تو دیگه مجرد نمی باشی هوا. چند دقیقه بعد نوبت ما میرسه. راست میگی؟ با خدا تو هم بچه فیلم برآمدی. ما هم که چهره تا دیدم باور کردم. به هر صورت من برم که یک دو شاهد پیدا کرده بیارم. درست از ما منتظر می باشیم. یلماس؟ پنار؟ تو ده اینجا چی میکنی؟ خیرت باشه. امروز نکاح یک دوستم است. از او خاطر آمدم. در جریان هفته است؟ پنار سلام. ما و مرادم به خاطر تعیین روز نکاح راست آمدیم. میگی؟ بسیار خوش شدم. خدا نیکو مبارک کنه. زنده باشی. ما وقت شما را نمیگیرم. اوقات خوش. دختر نکاح خو خلاص شدی، بچه چرا قدر ناوقت کرد؟ تشویش نکنین، میایه. تو چقدر دل بیغم هستی؟ خدا را شکر کارا خوب پیش میره. اگه خوب پیش نمیره باز وقت چی میکردیم؟ امروز روز عروسیت است، کم هیجانی باش. چرا هیجانی باشم خاله؟ ها؟ چرا هیجانی باشم؟ ببینین یک ورق است که 2 نفر او را امضا میکنن. اونجا میره فقط بله میگه و گپ خلاص میشه. اما قسمی که قبلا انجام داده بودم، روزی که واقعا هیجانی بودم، نه امروز. تبریک باش آقا مراد. زنده باشین. آی ما واقعا عروسی میکنیم مراد جان؟ بله عزیزه. بسم الله. راستش هیچ باور کردن نمیتونم. بازم تبریک باشه. با اجازه تان. از این بیشتر مزاحمشان نمیشیم. بیا که ما اتاق بریم دیگه. آی یک بار دیگه ببینم. بیبی جانم.
بیا که بریم دیگه قندم. اینجا بیا ایره بیبی مراد. اینا هوایی ماز هستن. توبه به نظر توی یه حقیقت دارن؟ فقط یک را برفا میدن داریم. دوستان بخیر. روز بخیر. حالا دیگه نوبت شماست. نه میفهمم که بچه کجا گم شده دختر. میبخشین ها بسیار معذرت میخوایم. شاهدا را پالیده میرفتم که شما را اینجا. درست است بچه. شاهدین آماده هستن. حالا دیگه برای نوبت شماست. حالا با پای راست خود قدم بانی. درست است؟ جوانای عزیز، درخواست عروسی خود برای ما بیان کردین. طبق تحقیقات ما فهمیده شد که برای عروسی شما دو جوان هیچ کدام مانع وجود نداره. حضرتان میخوایم که خواست مشروع خدا یک بار به حضور شاهدینان بیان کنیم. محترمه خانم هوا، بدون هیچ کدام فشار و تهدید به خواست و اراده خود میخواین با محترم آقای یلماز کلیچ عروسی کنین. میخوایم با زبان خود تایید کنین. محترمه خانم هوا، بدون هیچ کدام فشار و تهدید به خواست و اراده خود میخواین با محترم آقای یلماز کلیچ عروسی کنین. محترم یلماز کلیچ، بدون هیچ کدام فشار و تهدید به خواست و اراده خود میخواین با محترم خانم هوا کاراگل عروسی کنین؟ بله. نمیشه عروسی کردن. آی به خدا اونو عروسی کردن. تو با چشمای دیدی نه؟ راستش مام چیز نفهمیدم. شاید از قبل یکی دیگه خودم نشنفتم. اگه قسمان باشه تا دیروز یوسف خان جیغلو با هوا ملاقات میکرد. کم بود که به خاطر او از باده جدا شوه. تو این گپار از کجا میفهمی؟ ای که از کجا میفهمم مهم نیست. میفهمم دیگه، فقط هیچ کس خبر نداره. سوال اینجاست که در مدت بسیار کم اینا چطور تصمیم گرفتن که با هم عروسی کنن؟ باز چند روز از اخراج یلماز میشه که به خاطر منور اخراجش کردن.
راستش من گیج شدم این موضوع را هیچ نفهمیدم. باش که یک گپ برات بگویم در یک کار اگه سلطان خواهر دست داشته باشه حتما در او کار راز نهفته است. اگه نباشه باز من هم بخواد تبدیل میکنم مراد. یک دقیقه گلم، او زن خالش است. خاله به جای مادر است. باید در نکاحش حاضر شم. خب فرض میکنیم همه چیز عادی است. پدر و مادر هوا کجاستن؟ توبرا کجاست ها؟ باندگه جان ما را چی؟ امروز روز خوشی ماست. خدا به هر کس خوشی نصیب کنه. بانشان دگه خداوند با یوسف خان صبر بده. صبح خو وضعیت یوسف خان دیدی نه؟ وقت عکسی احمقه در روزنامه دید بیچاره چقدر یوسف پریشان شد. اگر میفهمید که هوا در قصه او نیست حتی حال عروسی کده باز در او صورت نخواد قدر جگر خون میشد. به نظرتی گپا به یوسف خان بگوییم؟ میگی بگوییم؟ چی بفهمم؟ راستش اگه خبر شوه ثواب میکنیم ها؟ دخترم تو خوب هستی؟ نمیفهمم خاله جان. صبح برم گفتین نه که بعضی وقت زندگی امرای ما بازی میکنه. بیزا امرای ما بدترین بازی را انجام داد. دیگه میخوای امرای ما چی کنه؟ تبریک باشه. زنده باشی، اما اگه بگویم که جنگ ما تبریک باشه بهتر خود بود. مادرم میگفت که باید نشان داماد پیش عروس باشه. اگه نه احترام عروس از بین میره. خواستم پیش صاحبش باشه. میبینی دخترم بین خانجی اغلوها زمین تا آسمان فرق وجود داره. جای مادرت در بهشت باشه. حتما این مهربانی از مادرت برد میراث مونده. تشکر، اما به تو فهید ضرورت نبود یلماس. از اینکه میخوای قوانین رعایت کنی پس دست مرا بپوز داماد جان. ای چی قسم بازیست خاله؟ دامادی چی تو به؟ بابوس؟ بازی چی؟ گلوار یک داماد نصیبم شده دروغ میگم؟ خاله اگه از اینجا بریم خوب میشه. در گوش رفته میشینیم. خفه معلوم میشه خیرت باشه. مراد و پناره دیدم. در کجا؟ در کجا؟ چه قسم دیدی؟ اونا هوا را دیدن؟ قبل از نکاح دیدی یا بعد از نکاح دیدی؟ چی وقت دیدی؟ یلماس بگو. کمی صبر که خاله، راحت باش. قبل از نکاح دیدم اما چیزی را نفهمیدن. گفتم در نکاح یک دوست خود آمدیم. فهمیدن، حتما فهمیدن. اگه در فکرش کدام چیزی بگرده تا که آخر گپ پیدا نکنه نمیمونه. اگه نکاح را دیده باشه خب هفت آسمان خبر میکنه. گر نزنی به جای تال دادن زنگ بزنیم. جلال عزیزم منور. از صبح تا حال برات زنگ میزنم جواب نمیدی. پیامم روان کردم. کم کار داشتم. کجا رفته بودی؟ در بیرون از شرکت جلسه داشتم. ما هم چند دقیقه پیش آمدم. اما باید برم زنگ میزدی. با تشویشت بودم. اگه صبح زنگم جواب میدادی یک چیز برات میگفتم. نه راست میگی؟ خب حالا دیگه برم بگم. شب خواب دیدم جانم. در کنار هم دیگه بودیم. دست به دست. من لباس عروسی پوشیده بودم. واقعا زندگی. تو چیز نمیگی جلال؟ طفل تکان میخوره دخترم. هنوز بسیار خورده است. امروز بهترین روز زندگیم است. انشالله هر روز همه قسم به خوشی سپری شوه. طفل خدا یک جا همراه شورت بزرگ خود کدین. آرزو میکنم ما و پدرت واری یک زندگی خوب داشته باشین دخترم. ماره بیبی با وجود قگب های زیاد بازم پدرت در کنارم است. همیشه در باری ما فکر میکنه.
خب حال رابطتان چطور است؟ با هم گپ زدین؟ درباره کدام موضوع دخترم؟ در این وقتا کمی کاراش زیاد شده. درباره همون گپ میزد. با من خوب همین قسم گفته بود. با من چیزی نگفته. فهمیدم مادر جان. دیشب کوشش کردم همراهش گپ بزنم. امتحان کردم اما نشد. قلبم صدا میزد که تو را دوست دارم، اما این گپ به سوزان گفته نتونستم. چرا خدا اینقدر آزار میدی جلال؟ راستش من از تصمیم جدا شدن بسیار خوش شدم، اما ضرور نیست که حالا برش بگویی. ای که چه خبرش مشکل تمام میشه میفهمم. دیگه ای که او سال است که خانم تو است، مریض هم است. چی میشه؟ کم به خود وقت بده. ما تا هر وقتی که بگویی منتظرت میباشم. هر وقت که تو احساس کردی آماده هستی اما وقت برش بگو. درست است جلال؟ تو را زیاد دوست دارم منور. بسیار زیاد دوست دارم. بسیار. مامم چنان. باقی مانده تو پس تو باشم. دهن یه احمق بسته نگاه کن. بفرمایید کی کار داشتین؟ یک همی کم بود. راستش یوسف خان، ای که چه قسم بگویم نمیفهمم، اما نمیخوایم که شما از این بیشتر رنج بکشین. با او خاطر عاجل پیش شما آمدم. استغفر الله بنار. بگو مشنو. ای بچه تازه به کار شروع کرده سلطانه خانم. از کجا شما رو میشناخت؟ میبخشین. پس ایره به تنهایی اینجا به زحمت نسازن آقا احمد. من بسیار عجله دارم. بازم معذرت میخوایم خانم. سلطانه خانم خوش آمدید. پنارام از قصر آمده، همراه یوسف خان گپ زدن میره. صبر کنید سلطانه خانم. میبخشین یوسف خان، ما نشان شده نتونستم، خودشان داخل آمدن. درست است، تو رفتم ایتم. خیرت از خاله. میبخشی یوسف بچه، جمیله برم گفت پنار اینجاست. با موبایلشم هرچی که زنگ میزنم جواب نمیده. مجبور شدم که اینجا بیایم. چرا خواهر؟ خواهر زدت مریض شده. او را چی شده؟ راستش مام نمیفهمم. همین که خبرش شنیدم دویده پیش تو آمدم. چی میکردم؟ حالا چی کنم؟ کدام گپ جدی خونه است؟ او را به شفاخانه بردن. بریم بریم گپ بزنیم. اینجا مزاحم یوسف خان نمیشه. درست است، هر چی ضرورت داشتین برام بگوین. زنده باشین یوسف خان. خواهر در کدام شفاخانه است؟ چی میشه برام بگوین در کدام شفاخانه است؟ مرا خالا نگو. امروز شاهد تمام گپا بودی نه؟ شاهد چی خواهر؟ همراه ما بازی نکو. خودت بهتر میفهمی دختر جان. دستم ایلا کن خواهر. دستم درد میکنه. حتما موضوع هوا را میگی. یعنی که خبر داری؟ به یوسف هم میخواستی همیره بگویی؟ ها؟ خداوند خودش جزای تبت دختر احمق. اول خو یک بار
همراه ما گپ میزدی تو چرا این کار کردی لوده؟ درباره چی همراه گپ بزنم؟ ها درباره چی گپ بزنم؟ بیبی به خاطر پیش بردن کار خود او طفل معصومه وسیله ساختی. اگه آدم واره میگفتی بیرون بیا میومد. بیبی به خاطر مانع شدن تو نفسم برآمد. حالا برم بگو که به یوسف خان گفتی که اونا با هم عروسی کردن؟ خدایا خودت برام صبر بده خدایا. یک کمی مشکل کم داشتیم ها؟ ما نو امروز با هم نکاح کردیم یلماس. تو هنوز خود ما درست باور نکردیم. وقت تمام قصد خبر شد. تو به ناحق فکرای منفی را به سرت نیار هوا جان. سلطان خاله دویده رفت. کوشش میکنم مانع شو. اگه نتانست بازو وقت بگو. چطور میتونم در تو وضعیت آرام باشم؟ اما اگه تو از گپایم خسته شدی باز من میتونم به تنهایی ادامه بدم. کدام مشکلی هم ندارم یلماس. بیات یک بار اینجا بیشی. اگر شما برم نمیگفتین شاید یک عمر در خانه خود مثل یک نوکر زندگی میکردم. او هم به صفت یک خدمتکاری که همیشه احسانمندشان میبودم. بیبی ما تو امروز به یک راه قدم ماندیم. با یک امضا زن و شوهر شدیم. اما شاید در بعض جایا از زن و شوهر کدام نزدیکتر شویم. به خاطر که در دست ما یک توپ آتشی قرار داره. وقت دست تو سوخت به من مندازی، وقتی از من سوخت به تو مندازم. به او خاطر اگر تو از من روی گردان نشیم از تو هیچ وقت روی گردان نمیشم. در کنارت بوده به خاطر هر دوی ما مبارزه میکنیم. فهمیدی؟ چون نشناسمت با آمدگی آمدیم. ای پولا را بگو دهن خود بسته نگاه کن. هر چیزی که دیدی و شنیدی فراموش میکنی. وقتی یوسف خانم پرسید بر شک بهانه جور میکنی. اگه بالات شک کرد تنها ای پولا نه بلکه مغز ممرش میگیرم. تشویش نکن خواهر جان. اگه به اندازه شما مکاره نباشم از شما کم نیستم. شما تا هنوز نرفتین؟ یوسف خانه به خواهرم زنگ زدم گفت کدام گپ مهم نبوده. خوب است. یوسف بچم من دیگه میرم. از اینکه مزاحم گپتان شدم معذرت میخوایم. مهم نیست خاله. در مورد او گپ فکر نکن پنار. هر وقت عروسی کردین ما در کنارتان هستیم. زنده باشین یوسف خانه. با فکر رخصتی هم نباش. شما درباره رخصتی گپ میزدین؟ همراه جمیله هم گپ بزنین تا آمدن مراد و پنار رخصتی نگیره. درست است یوسف خان. جنوری مرا ترساندی ها؟ خواهش میکنم خواهر. به خاطر که مرا مشناسی فکر کردم که امرا شوخی کنم فقط قدر. تو تا خود کردم. وقتی نمیخواستی بگویی پس چرا گفتی که دهن ما بسته نگاه کن؟ دستم ایلاکو خواهر. یک ضرب المثل است که میگن تا احمق در جهان است مفلس در نمیمونه. ایره کی برم گفته؟ معلوم دار است که شما. ده ضمن یک گپ برات بگویم. اگه به من میگفتی که درباره هوا و یوسف خان بگو بازم نمیگفتم. خداوند خودش جزایتان بده. پولا برم پس بده. بعد است. بسیار بد است. این کارم امکان داره. وقتی پول دمای اصل خود دانه دانه خرج کنم باز برای دعا میکنم سلطانه جان. باید یک گپ دیگران برات بگویم. ای که این موضوع با قدر پول بسته شد خدایت شکر کن. او احمق قمره بازی کرد. من سر خود عصبانی هستم. بسیار احساساتی شدم. او هم از این موقع استفاده کرده من فریب داد. خاله بانین دیگه بلیاس خدا پشتش ایلا کنین.
فکر کنین که صدقه سر ما شد فراموشش کنین. دیگه چی گپ است؟ بیز اونا هیچ کدامشان از پول یوسف خیر نمیبینن، بار اینکه او پولا را سر خود باد کده برن. شما متوجه هستین که ما از چی خطر بزرگی نجات یافتیم؟ کم مانده بود که کل رازه ما افشا شود. تو ناق خودت تسلی میدی دختر. خاله حال او دختره چیزی نخواد گفت، به خاطر که پشتش دویدی و برش پول دادی. تو هیچ تشویش نکو بچیم، ما او بیعقل زیر دست خود تربیه کردیم. او هم از زحمتایی را که سرشان کشیدیم امروز به درد میخوره. بعد از اینکه دختر پول گرفت جرأت گپ زدن نداره. بهتر از درباره این موضوع فکر نکنیم و خود به تشویش نسازیم. ما از اینکه کارهای مهمی پیش روی داریم. دیگه چی نقشه داریم؟ راستی صبح میگفتی که یک مفکوره دارم. من میگم حاله که وقت عروسی کردیم یک بار اردوی ما به قصر بریم. تو به صفت عروس دست پدر ما ببوس. چی نظر داری؟ آسان نیست پدر. کوشش میکنم فراموشش کنم، اما ای که امکان داره یا نه نمیفهمم. اگر پیش چشمم نباشه بهتر است. به این فکر میکنم که چهره یوسف در وقت چی قسم میشه. هیچ فکر نکن، وقتی رفتی با چشمای خود ببین. اگر شما را بانه زندانیای 100 سالواری همی که دروازه را دیدین میدوین، شما دو نفر چطور تا یک فکر کردین؟ فرض کنیم شما دست به دست به قصر رفتین، خب فکر میکنین همیده شما پذیرایی میکنه و در خانه خود میمانیتان؟ نه خیر جانم، هر دوی تانه تشلواری رخصت خواد کرد. اما خاله شما بهتر میفهمین که من در قصر حق دارم. درست است بچیم، اما میگن ثبوت چی است؟ یعنی اگر هر کس بگویه بچه یلماز خانه است در قصر جای بتنش، شاید از شما ثبوت و شاهد بخواین. همه تو نیست دختر؟ خالیم راست میگه یلماز، کاملا راست میگه. وقتی ما بدون ثبوت اونجا بریم به اونها هیچ فرقی نمیکنه. تو امو راننده برکنار شده و من نامزاد سابق یوسف هستم. همین باور کن. درست است. ثبوت میخواین؟ مام تا پیدا شدن ثبوت اینجا منتظر بانیم. ای تو که بود پس چرا قدر زود عروسی کردیم؟ صبر کن. من یک مفکوره دارم. تو یک بار به پدر زنگ بزن. وقتی گفتی عاجل باید ببینیم به تشویش شدم.
کدام گپ مهم از بچیم؟ اولی که مرا بچیم نگوین. و دومش وقت صبح با عصبانیت بیرون شدم. کمی با خود فکر کردم. شما او خانه خورده را که به مادرم داده بودین، دو خانه که حیوانم زندگی نمیکنه، میفهمین همیشه به خاطر جگرخون بود. شما که ای گپا را میفهمین. وقت ما مادرم دو خانه با موش و خزنده و ده ها مشکل دیگه دست و پنجه نرم میکردیم، شما دو قصر که ده پیش دروازش مادرم جان داد با خانواده‌تان به خوشی زندگی میکردین. اما حال بس از دیگه با ختم شدن مشکلات ما، مشکلات شما آغاز میشه. تو میخوای چی بگوی بچه؟ بان که براتان واضح تر بگویم. به اندازه کافی شما در این خانه زندگی کردین. حال دیگه نوبت ما است. قصر به نام ما میکنین. بفرمایید. پدرم در دفترشان است. بله یوسف خان. او قصر فقط به نام من است. همراه من حمیدم شریک است. یعنی اگه بخوایم او قصر برای دادن نمیتونم، باید داشته باش. راستش با ما فرق نمیکنه. شما حق خود به نام مکنین، باز ما همراه حمیده خانم نصف میکنم. هرچی که نباشه ما هم در او خانه حق دارم. اما از توی توقع را نداشتم. شما چرا تعجب میکنین؟ از پدر مثل شما همه قسم اولاد به دنیا می آید. خاله فکر نمی کنم این نقشه ما عملی شوه. فکر میکنین یلماز خان بخواست یلماز او قصر بزرگ به نام او خواد کرد؟ اوش دیگه مربوط به مهارت شوهر تو میشه. شوهر چی؟ دروغ میگم شریک جان، فعلا شوهری رسمیت است، باید قبولش کنی. توبه به هر صورت اگه این بچه با گردن خم پیش یلماز خان رفته باشه، البته که او گپش رد میکنه. اما اگه مثل شیر دست خدا به میز زده حق خدا بخواه، بازی اولین خواستان از اونا میباشه. اوف، باز میبینین که نقشی تا نقش براب میشه. اوف نکش دختر، یک باری یلماز کارم انجام بده، خواستم برآورده شوه. باز اولین قربانی را من میکنم، خونشم ده پیشانیم زده، سرشار ده قصر چکر میزنم. توبه اقا بهانه نکو. ما برات نگفته بودم از ما دور باشی؟ بین ما و یلماز خان یک موضوع داده گرفت وجود داشت، به خاطر هم آمده بودم. تو دیگه سر ما چی حق داری احمق؟ یوسف اگه باید داشته باشین آخرین ما شما نگرفته بودم. بدون فهمیدن گپ مر از وظیفه اخراج کردین. او پول به شما معلوم نمیشه، اما ماوره غریبا را زیاد کمک میکنه. همونطور نیست یلماز خان؟
بانی اما قطبان تو بیانه بیا همراه ما گپ بزن. یوسف ما وقت با هم گپ زدیم بچیم بیا از اویم میرفت. پس شما کار لازم انجام داده با ما خبر بتین. فعلا خداحافظ. این چی رزالت است؟ به اندازه کافی شما دو خانه زندگی کردید. حال نوبت ما است. قصر بنا ما میکنه. تو حق خود به ما بده. ما همراه حمیده خانم نصف میکنه. هرچی که نباشه ما هم دو خانه حق دارم. از شما و پدر همه قسم اولاد به دنیا می آید. میبخشن یلماز خان پد دستم با تک زدن نتونستم. فرق نمیکنه سلطانه. زنده باشی. نوش جانتان یلماز خان. بفرمایین آقا کریم. شما وکیل یلماز خان هستین همتون نیست؟ بله یلماز خان خواستن عاجل مرا ببینن. بفرمایین حتما منتظر شما هستن. بفرمایین. تشکر میکنم. بفرمایین. خودش بشیری چشمایم گم که دختر باید هر دقیقه چهره منوس تو را ببینم. برو دیگه. خانم حمیده سلطانه؟ فکر کردم که شما خوابیدین. هنوز نخوابیدین؟ نه خیر تا هنوز خواب هستم. با تو یک راز بگویم؟ به نظرم درست از در خواب قدم میزنم. گپای ناق نزن بل یاز خدا. ای یلماز خان کجاست؟ با خدا ندیدمش. خوب است که شما بیدار شدید. توران بچیم بسیار تب داره. یک بار پیشش رفته ببینینش. ای قزنده ای خانه است. بازم از یک طفل مواظبت کرده نتانستن. ما دیگه نمیخوایم ده هتل باشه محمد. میخوایم همراهی توی یک جای زندگی کنم. امروز پیش دکتر رفته بودم. چرا تو را چیزی شده بود؟ من نمیفهمم تو چرا این سوالا کردی، اما اگه به یاد داشته باشی من امروز معده درد بودم. چی شده بود؟ خنک خورده بودم. در اونجا خانمای حامله زیاد میاین. وقتی اونا را دیدم بسیار هیجانی شدم. راستی محمد در اونجا بادرم دیدم. راست میگی؟ او را چی شده بود؟ یعنی تو نمیفهمی؟ شاید به خاطر آزمایش اومده بود. خب شاید. راستش من کم پریشان شدم. صبح در وقت صبحانه خوردن دیدی که خانم بیادرتم گفت طفلش 2 ماه هست. اما دکتر گفت که چند روز میشه حامله شده و گفت که طفلش یک بار دگام از دست داده. همین قسم گپا را گفت. چون همراهی با گپ زدن نتونستم از اون خاطر نفهمیدم. محمد تو چی میکنی؟ میبخشی فکرم نبود. نظر به قواعد در اینجا اجازه حمیده خانم ضروری است. به خاطر ایتاپه امضای اونا شرط است. شما را درک میکنم. شاید قوانین همه قسم باشه. اما من میخوایم که حمیده از این موضوع هیچ خبر نشه. چون
سهم او کاملا معلوم است. ما میخوایم فقط سهم خود انتقال بدم. میفهمم یلماز خان. اگه سهم خدا به یکی از اقارب خود انتقال بتین فکر نمیکنم کدام مشکل پیش بیاید. یعنی که امکان داره همه نیست؟ یلماز خان از انجام کار کاملا راضی هستین؟ خودت بفهم که طرف چی سهل دارم. ما چی بفهمم که شما طرف چی سهل دارین؟ اولین بار وقتی که در قصر آمده بودی من برای چی رو نشان داده بودم؟ طرفمو سهل دارم. از کجا شروع کردم در کجا رسیدم دختریم؟ اما از اینجا که ببینی تمام خیابانها به طرف قصر را داره. صبر کنین خاله جان، صبر کنین. هنوز از جاده یلماز نگذشتیم. هیچ کدام از آرزوهایمان برآورده نشده. دخترم به خیالم که تو گپای مرش درک نمی کنی. او قباله را پیش روی خود مونده. وکیلان پیش خود خواسته. میگه که چی کنم چه قسم انجام بدم. حیران مونده دختر جان. چرا نمیرین به گپایشان گوش کنین؟ یک بار خودم مطمئن میساختین که درباره چی گپ میزنن، چی میگن؟ در هر جای جولاگک واری تار میدوانه. همین در میگم. پای او را از آقای یلماز کوتاه ساختم. از او خاطر ما باید خدا به کسی نشان ندم. باور کنیم ما دیگه از قدر صبر کردن خسته شدیم. هیچ صبر و حوصله برای من نمانده. راست میگم. خب از یلماز بچیم خبر داری؟ فعلا در کجاست؟ نمیفهمم، به خدا گپ نزدیم. اما زنگ زده گپایتون برش میگم. زنگ بزن دختر. بپرس در کجاست، چی میکنن؟ هر چی نباشه بالاخره او شوهرت است. دیگه مذاق نکنین، درست است؟ توبه توبه. خب دیگه برین که قطع میکنم، درست است؟ شب بخیر. چی خوب روزایی بود که همراه من مذاق میکردی. میگفت
که مال از جان انسان کده بارزش است. اما شما بسیار زود اقدام کردین، زود قباله را آوردین. حالا دیگه ایگه پاره با چیزی را که میخواستی به دست آوردی. بسیار خوش هستی، همه تو نیست؟ با خدا چی دروغ بگیم، بسیار خوشم آمد. قسمی که گپ زده بودیم این موضوع فقط در بین ما و تو می باشه. یلماز کاکا، خاطرت کاملا جمع باشه، کسی خبر نمیشه. تا دیروز گپ می زدم اما امروز حل شد. حالا دیگه دروازه قصر تا آخر بر روی شما باز شد. یک گپ بگویم یلماز جان، تو از ما 10 نمره گرفتی داماد جان. خاله چی ها؟ همون قسمی که تو را شریک میگم. یلمازم بعد از این داماد جان میگم. لا حول ولا قوة الا بالله. خب حالا چی وقت به قصر بریم؟ صبر که دختر، دا فکر ما بسیار گپ است. چی از بگو که ما هم بفهمیم؟ اول یوسف باید بفهمه که او یک برادر کلان داره. بعداً باید بفهمه که امرای نامزد سابقش عروسی کرده و بفهمه که ما هم در قصر زندگی میکنیم. خب چی شد؟ یوسف پایین آمد؟ نه خیر، هنوز اتاقش هست. به تبایی خود آمادگی میگیره اما نمیفهمم که چی میشه. خاله بلیاز خدا، هر چه زودتر این کار خلاص کنین، کم از تشویش زیاد دیوانه شوم. یک نفر در دروازه میزنه، بعدم براتون زنگ میزنم، درست است؟ صبح بخیر. صبح بخیر، خیرت باش آقا لوند. شما مکتوب اعدادگاه را به دست آوردین خانم هوا. امروز دوایتان است. دوای چی؟ کدام مکتوب؟ من نفهمیدم. دوای آقا جونید که بر علیه شما انجام داده بود. فکر کنم از چیز خبر ندارین. جونید شکایت خود پس گرفته. نمیفهم کی گپا با شما کی گفت، اما این قسم نیست. تا اگه عجله نکنیم ناوقت میرسیم. بازی به نفع ما نخواهد بود. یلماز تو اینجا چی میکنی؟ ما کدام اشتباهی نکردیم. اشتباه نکردی؟ دیگه میخوایی چی کنی؟ بیبی طرف منور به چشم بد ندیدیم. ما قدر نمک حرام نیستم. بیبی یلماز، منور خواهرم هست. هر چیزی که برام بگویه باور میکنم. ایره خو میفهمی. کاملا راست میگین. یک برادر سر خواهر خود باور میکنه، خواهر خود به نظر بد نمیبینه. ما می کارو نکردیم. به خاطر که منور خواهر ما است. یلماز تو چی میگی؟ منور خواهرم است یوسف. تو هم برادرم هستی، ما برادر هستیم. برادر چی؟ خواهر چی؟
تعجب کردی نه؟ ما اول باور نمیکردم. کسی را که سالها کاکا خطاب میکردم پدرم بوده. تو کسی را که دوست خود فکر میکردی برادرت بوده. محل کارم خانه اصلیم است. بیرون شو، زود باش از اینجا بیرون شو. بیبی من دروغ نمیگم، تقلبم نمیکنم. کسی که تقلب کرده و ده یه مساله ما و شما را فریب داده پدرت است، یعنی پدر ما. آقا لوند شما اشتباه میکنین. من کدام دعوایی ندارم. جلو شکایت خدا پس گرفته. کی گپا با شما گفته؟ پدرم. خب پدرم از جونت پرسیده بود. من خودم از جونت پرسیدم که شکایتت پس گرفتی یا نه. او هم گپ پدرم تایید کرد و گفت منصرف شدی. ببینین خانم هوا، با این کارهایتان دعوا پس گرفته نمیشه. اگه این قسم می بود باز از طرف جونت با ما یک مکتوب رسمی می آمد. توبه حتما فراموش کرده. شاید آماده باشه و شما خبر نداشته باشین. شاید آقا جونت با شما دروغ گفته باشه خانم. نه خیر آقا لوند، جونت چرا این کار باید بکنه؟ این گپا به ما مربوط نمیشه. ما اگه کمی دگام ناوقت کنیم باز دادگاه فکر میکنه فرار کردیم و این شما را متهم ساخته میتونه. درست است. من میایم فقط لباسم تبدیل میکنم. او خدا، پدرم بیبی چرا سر جونت باور کرده؟ خدایا خودت کمکم کو. هوا دخترم چرا با خود گپ زده میری؟ چی شده؟ به نظرتون من همراه کی گپ میزنم مادر؟ همراه پدرم. او باز چی کرده؟ در پیشونی خودتان برام نگفت که جونیت از شکایت خود منصرف شده و او را پس گرفته؟ بله. دروغ گفتم مادر. دوام امروز است. خداوند جزایش بده. به خدا هیچ تعجب نکردم. بیازو سر گپای پدرت هیچ اعتبار نیست. دیدی که بازم ما را فریب داد؟ به هر صورت مادر من دیگه میرم، نباید بعد از گناه وقت برسم. درست است. آقا لوند بفرمایین که بریم. بچه بله از خدا صبر کو. برو گم شو. پدر و بچه دا بیرون کردن چقدر مهارت دارن. گفتم برو گم شو. تو مرا بیرون کردن نمیتونی. من خودم میرم. به خاطر که ده اینجا بندازی تو مام حق دارم. یوسف، این بچه باز از ما چی میخواه؟ تو به کدام جلت اینجا آمدی؟ این لوده همک باز چی میگه؟ این گپ از منی از شوهرتان بپرسین. اینجا چی گپ است؟ بالاخره بیرون آمدی؟ توبه کردم خدایا. تو هنوزم اینجا ایستاد هستی؟ منتظر تو هستم. تا قصر بغیر از این دیگه جای تو رو دیده نمیتونم. ای که تو پیشم باشی من راحت میباشم. هر قدر ازم فرار میکنی مرا مطمئن تر میسازی. به خاطر چی؟ یک تولد واقعا پرشکوه خود داشت، اما تو با این کارهایت مرا دل سرد میسازی. را میفهمی؟ بگو من لایق این کار هستم؟ کافیست. تو دیگه از حدت میگذری. اگه میخوایی با این کارت از دهن من گپ بگیری پس باید زیاد منتظر باشی. بیازو چیزی هم وجود نداره که تو باید بفهمی. در وقت دروغ گفتن که قسم نفس میزنی بسیار مقبول معلوم میشی. توبه کردیم خدایا. اما تا به حال در زندگیم اینقدر بی تربیگی و بی چشمی را هیچ ندیده بودم. ببینی؟ بعد از اوقدر کارهایی که انجام داده بازم آمده از حقوق گپ میزنه. خدا صاحب این قصر فکر میکنه. او هم دی گل صبح به مسای کو. او بچه چی میگفت؟ چی را باید از پدرت بپرسم؟ او در مورد چی گپ میزد؟
یوسف نه که بین شما کدام گپ شدن؟ بله خودم دیدم از دهن او بچه خون جاری بود. بچیم لطفاً گپ بزن. پدرم کجاست؟ با مسئله کو هر چیزی که شده باشه برم بگو. چرا ای بچه اینقدر پشت ما را گرفته؟ خدا نخواسته کدام کار انجام نده. گپ ما شنیدی؟ خاله شما چطور دیدن ندیدن؟ درست است؟ درست است بچه. بچه این مربوط من نمیشه، اما همراه پدرت یک بار گپ بزن ها. این بچه با این وضعیتی که داشت در هر جای هر چیز خواهد گفت. با شما رو جگرخون میسازه. با این اجازه را برش نمیتم. چی اجازه بدی چی نتی به زودی این خانه را سرتان چپم میکنم، مطمئن باشین. او یلماز بی تربیه باز آمده بود. خیر ازت من کسی یادت کرد. چی شده جانم؟ گفتی الماس؟ ها یلماز آمده بود. خب چرا آمده بود؟ من از کجا بفهمم جانم؟ حتما سند کاری خودم میخواسته. توبه چرا دفتر نرفته؟ در خانه سند از کجا کنیم؟ امروی پدرم در تلفن گپ زده بود از همین خاطر. بله گپ زده بودیم، اما قرار بود در شرکت همدیگه را ببینیم. از برای خدا سند مندی بچه را بتین که دیگر رنگ خود نشان نده. باده کجاست؟ هنوز بیدار نشده؟ گفتم روز صبحانه نمیخورم. در پیش دستشوی هم دیگر را دیدیم. گفت نمیفهم دلم بد میشه، چشمایم سیاهی میکنه. از این خاطر فکر نکنم بیه. امروز چی کار دارین پدر؟ هیچ، شاید در خانه باشم. خسته است و میخوایم کمی استراحت کنم. هوا خوب است، کمی با هم قدم بزنیم. یوسف چی گپ شده بلیاز خدا؟ به خاطر قدم زدن همراه پدرم دلیل داشته باشم؟ البته که نی، اما تو گفتم. جزایم سنگین نیست، اما تو نیست؟ نه خیر، یک دوای خورد از خانم آورد. ببخشین. بله خاله جان. دختر میخوایم به تو یک مژده بدم. یلماز بچیم به یوسف تمام گپا را گفت. کاش یک بار میدیدی مشوقت کاملا خدا گم کرده بود. خاله درست است میبخشی دخترم. دیگه مشوقت نمیگم. تو دیگه یک خانم عروسی شده استی شریک جان. خاله لطفا گپ دراز نکنین، بی زوال در دادستان نیستم. درست است؟ در دادگاه چی میکنی؟ حمیده خواهی اینجا از سالون شیشته، تو اونجا چی میکنی؟ دوای حمیده رو نمیگم، دوای جنید. تو دیوانه شدی؟ چطور او بچه خود منصرف شده بود؟ شکایت پس نگرفته، پدرم هم دروغ گفته بود. آله قطع میکنم. این قسم انتقام میگیری؟ چرا زورت داد؟ مرام زور داد. وقتی گفتن آوازت شکایت کده باز عقل خود از دست دادم. ما برات دلیلش نگفتم جنید. من باور کردم. خدایا تو برام صبر بده. مدعی علیه هوا کاراگل و مدعی جنید تویان. دادگاه چی خاله؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ بان دیگه یک آدم احمق از جنید بر علیه هوا شکایت کرده. گفتی جنید؟ جنید کی از خاله؟ قصهش بسیار طولانی است بچیم. یک آدم بیکار و احمقی که از خود روزگار نداره به هر صورت بدن بر زنگ میزنم.
حالا باید دادگاه برم. خواستم برات خبر بدم. درست از بچیم؟ خداحافظت. خاله مراد رانندگی کنه بچیم. کجا میریم یوسف؟ چرا اینجا آمدیم یوسف؟ کدام چیزی شده؟ یلماز به خاطر اسناد کاریش آمده بود هم ترس. صبح خود تایید کردین پدر. حالی گپ دیگه چی معنا داره بچیم؟ مام همیره میپرسم که این گپ چی معنا داره. پدر نخواستم ده صبحانه همگی را ناراحت بسازم. چیزی نگفتم. شما از ما چیزی را پنهان میکنین؟ قاضی صاحب، قسمی که در شکایت موکلم درد شده هوا کاراگل در یک قضیه که به موکلم هیچ ربطی نداره او را مجرم خطاب کرده و با خاطر این اتهام که هیچ مدرکی را با خود نداره حقوق شخصی موکل ما به طور ناعادلانه زیر پای شده. جان تحت فشار بودم اظهارات دادم. تا وقتی که نوبتتان میرسه خاموش باشید. گفتم که تحت فشار بودم آقای قاضی. شما به خاطر اثباتی گپایتان مدرک دارین؟ قضیه که به نام خانم حمیده در همین دادگاه درج شده مدرک قانع کننده به شما بوده میتونه قاضی صاحب. قرار است که او خانم به خاطر ساختکاری و مرده ثابت ساختن موکل ما به زودی محکوم شود به خاطر که در اولین نظاراتی که در رابطه با او دعوا توسط موکلم داده شده و آقا جنید متهم شناخته شده. خانم حمیده اونجا بود و خودش نشان میده که چقدر خانم هوا تحت فشار قرار داشت. تو فکر میکنی با این دروغات نجات میافی ها؟ با چشمم دیده برام گفتی کی کارو به خاطر یوسف کردی. حتی مرام در این بازی داخل ساختی مرام. آرام باش تا که اجازه ندادیم صحبت نکنین. قاضی صاحب، خانم هوا وقتی خبر شد که ازش شکایت شده پدر خود پیش ما روان کرد. به خاطری که شکایت خود پس بگیرین اول تهدید کرد و بعداً به ما رشوت پیشنهاد کرد. شواهد و ثبوتایی که این را ثابت بسازه هم موجود است. در شرکت هم در این مورد گپ زده بودیم و برات گفتم او اسناد کاری و مزد ماه آخرش هم میخواست. من فکر کردم باز همون گپ است. از همین خاطر قسم گفتم. پدر شما از کار گپ میزنین اما او بچه کاملا یک چیز دیگه میگفت. صاحب دادان دروازه آمده بود. گفتم برو از اینجا چون نخواستم کدام اشتباه کنم. اما میفهمین او چی گفت؟ گفت ما با هم برادر هستیم. باور نکردم. گفتم برو. فکر کردم به خاطر موضوع منور میخواه دوباره ما را پریشان بسازه. یلماز راست میگفت پدر. گپای مدعی و مدعی علیه شنیده شد. بعد از بررسی اظهارات اشخاص نام برده شده حمیده خانجی اغلو و رمزی کاراگل دادگاه فیصله خود انجام خواهد داد. پدر یک چیز بگوین. لطفاً این قسم آرام نباشین. بگوین که دروغ است.
من نمیخواستم که قسم شب با بچیم. اما وقتی از یلماز خبر شدم که مادر تو هم حامله بود. اگه این گپ هم میفهمید با سر به دنیا نمی آورد. نمیخواستم خانواده ما از هم بپاشم. میفهمیدم که دیگه بگفتن بسیار دیر شده و از همین خاطر خاموش ماندم. خب دیگه تبریک باشه. زنده باشی. تبریک باشه بیادر جان. دوا تو میبری. امیده هیچ وقت نمیگه که هوا را وادار ساخته بود و همه چیز به نفع تو ختم میشه. گوش کن، خدا خسته نساز. تو حتما جزای کارایت میبینی هوا، فهمیدی؟ بدونی که ما بفهمم نام مدادی اما تو نیست؟ حالی هم باید توانش بپردازی، فهمیدی؟ تو چی میکنی؟ دست مایلاکو دست تا پیشت نگاه کن. تو دیگه کی هستی بیادر؟ برو پشت کارت. دست شیلاکو، فهمیدی؟ بیادر جان، در کار که مربوطت نمیشه غرض نگی. ایلاکو دست من. نیک عجلت رسیده. این دست را که گرفتی این دست خانمم است، فهمیدی؟ ای کاره به خاطر فریب دادن مادر تو شما نکردیم. در اصل به خاطر محافظت از شما و خانواده من انجام دادیم بچیم. محافظت از بیادر خود ما. او چی وقت خبر شد؟ چی وقت خبر شد؟ او نه خبر شده. یعنی او رام فریب دادین؟ شما چطور دانستید این کارا کنین پدر؟ هرچی که بگوی حق توری بچیم. اما من فکر میکردم ای به کل ما بسیار خوب خواهد بود. نمیفهمیدم که حقیقت هیچ وقت پنهان نمیمانه. فکر میکردم به خاطر خانوادیم، به خاطر شما ای بهترین کار خواهد بود. کاملا مثل مادرم گپ میزنین. کاملا مثل مادرم. او هم زندگی ما تباه کرد، باز برم گفت که تمامش به خاطر ما بوده. دل سر شما اعتماد داشتم. بچه بس از دیگه لودل فهمیدی؟ بیبی من میخوایم امرایت با آرامی گپ بزنم، اما فکر کنم تو خوش نداری. تشویش نکن، من دارم که با زبان خودت امرایت گپ بزنم.
بچه بیا که بریم حالا. بی هنوزم گپ میزنه احمق لودم او زبانت قطع میکنم. نه که تو گپ نمیفهمی احمق. گوش کن. بار دیگه تو را در دور برای خانمم نبینم. فهمیدی؟ هوا ای چی میگه ها؟ عروسی چی؟ خانم چی؟ هر چیزی که شنیدی راست از جونید. ما تازه عروسی کردیم. ما و آدمای پسته که در گذشته مرا فریب دادن و برم دروغ گفتن فراموش کردیم. فهمیدی؟ نه خیر جانم بگو که حقیقت نداره. تو به خاطر دعوا قرصی از می خاطر همه قسم میگی. حقیقت داره جونید. هر چی شنیدی راست است. هوا آدم ها رو برو گم شده گه. دست نزن. اینجا چی گپ است؟ چیزی نیست آمر صاحب. کدام گپ نیست آمر صاحب. دوستم کمی ناراحت شده. تو همراه من این کار کردن نمیتونی هوا. خدا لعنتت کنه هوا. خدا جزای تو بده هوا. خدا جزای تو بده. خوب هستی؟ کاش که موضوع ازدواجتان نمیگفتی. خب خاله خودت خود دیدی که چه قسم سر هوا فشار می آورد. او روانی بود. درست از بچه اما پیش از اینکه یوسف خبر شوه این احمق کدام کار نکنه. خاله بانین دیگه بلیاز خدا بالاخره ای اتفاق میفتاد. زیادتر از این دیگه تحمل کردن نمیتونم. بیبی به خاطر رسیدن به این هدف ما چقدر مشکلات دیدیم. من میخوایم که این موضوع را خانتی اغلاها از زبان شما بشنون. فهمیدین؟ خاله سلطانه راست میگه. زمان دلت یخ میکنه که خود ما به یوسف بگویم. انشالله تا او خبر نمیشه. خب هرچی که در خیر ما باشه. لب تو را چی شده؟ هوا؟ مادر؟ صبر کن حال آرام شد. همین که به خود بیایی از اینجا میریم. من متوجه تان هستم. باور کنین مشکل خلق نمی کنیم. جنید من نمیفهم که برات چی بگویم. باز با یک گپ او دختر دیوانه شدی. یک بار فکر کن کی میتونه دفتری قسم عروسی کنه؟ او بچه کی بود؟ یک شخصی که هیچ وقت ندیدیمش. مطمئن هستم کدام بازی جریان داره جنید. عادل گفتن که ازدواج کردن. گفت که شوهرش است. چه تو امکان داره ها؟ با تو چی بیادر؟ با تو چی؟ بازم من فریب خوردم. اینقدر کوشش کردم اما بازم او از من نشد. جنید دیوانه نشو. حالا بخی که بریم. حالا بیادر جان. حالا دیگه بیادر جان بخی که بریم. بلی از خدا دیگه مشکل جور نکن. بخیز که به دکان بریم. بخیز دیگه بیادر جان بخیر. حالا جنید. حالا بیادر جان. حالا